راه پیشگیریش خیلی ساده است و باید واکسنش در طی 3 دوره زده بشه. سامان شنیدم وزارت بهداشت برنامه خوبی برای پیشگیری از این بیماری داره. صحت داره این موضوع؟ آره صحت داره. استقبال خیلی خوبی شد. 90% استفاده کردن از این واکسن. با همین گزارش نگاه کنید. وزیر بهداشت و درمان صبح امروز به مرکز بهداشت غرب تهران رفت تا بازدیدی داشته باشه از انجام یک واکسیناسیون. واکسنش تولید داخله. واکسنش بله تولید داخله. داخلیه. ماما تو که گفتی که واکسنش خارجیه. بپرس ازش اصلا بلد واکسن بزنه یا نه، یا ما رو مظلوم گیر آورده این وسط میخواد رو ما تمرین کنه. آخرین باری که واکسن زدین کی بود؟ برای خودم؟ برای بیمارات. برای هیچ کس سال واکسن نزدم. ای بابا تو تزریقاتچی هم نبودی این وسط؟ و چجوری به اسم دکتر رفتی شدی وزیر بهداشت؟ بدبخت شدیم رفت میخواد ما تمرین کنه. آخه تمرینی که بسیجی نمیکنن، میرفتی یه گاوی گوسفند یه چیزی گیر می آوردی. خوب بتونید واکسن رو بزنید. بعد از ایشون بپرسیم ببینیم درد نداشته باشن. نه هنوز نزده، تمام تن و بدنم داره میسوزه. آخه بابا جان این که بلد نیست بزنه. آخه بابا برو حداقل بگو مشق قاسم کیسه کش بیاد بزنه، اون وارتره. بلم که بابا مگه زوره نمیخوام بزنم. نگاه کن سوزن چیزی گرفته دستش. ای بلد نیست بزنه، خودش کن من بلد نیستم بزنم. آخه بابا نگاه کن میخواد اینگار بیرل بزنه با آدم. بلم کن بابا. خوشبختانه شما الان دیدید که ما واکسنی هم که تزریق کردیم واکسن تولید خودمون بود. بعدی باید کی بیای؟ چی؟ مگه قرار بازم بیام؟ مثل اینکه اینجا به همه خوش گذشت جز ما. وزیر بهداشت بهتون واکسن زده؟ بابا تو هم چه شوتی هستی ها. مگه نیدی چه بلایی سرمون آورد؟ اصلا بلد نبود آمپول بزنی که این گرش هم جا گذاشت. ندیدی ما رو چی جوری مثل گوسفند که زیر یخمون گرفت تلپی کوبوندمون زمین. چرا آمپولی که وزیر بهداشت میزنه خوبه؟ نه همچین خوبم نیست. آدم دوست داره بره هاری بگیره.